سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای جهان که در این ساعت به تماشای برنامه ویژه گروه تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم از لس آنجلس. با شما عزیزان خواهم بود در دقایق و ساعت پیش رو. چون سفرهای پیشین به لس آنجلس این بار نیز بخت این رو داشتیم که با یک چهره سرشناس، با یک شخصیت علمی در کالیفرنیا آشنا بشیم. علی‌رغم مشغولیت که بیشتر در خدمت مردم با مردم بودن هست، علی‌رغم شغل بسیار پرمشغله‌ای که دارند، پذیرفتند دعوت ایران فردا رو. در استودیو با ما هستند و در استودیوی شبکه تلویزیونی پارس که چون همیشه ما از همکاری های آقای مهندس شجره و همکارانشون در این شبکه برخوردار هستیم. با من و شما هستند آقای دکتر جواد نفیسی، چهره و شخصیت سرشناس در عالم پزشکی، به ویژه در عرصه روانپزشکی. آقای دکتر جواد نفیسی دوره دبیرستان رو در دبیرستان معروف البرز تهران گذروندند. با عنوان شاگرد اول این دبیرستان عازم آمریکا شدند. در شیکاگو تحصیلات پزشکی خودشون رو در زمینه روانشناسی ادامه دادند و سپس در دانشگاه نیوجرسی در زمینه روانپزشکی همچنان. بارها به ایران سفر کردند و آنچه را، توشه‌ای رو که با خودشون پس از مطالعات بسیار و همکاری‌های گسترده که با دیگر دانشمندان و اندیشمندان این عرصه داشتند، رهاورد این توشه رو به عنوان ارمغانی به ایران بردند. در خدمت مردم نیازمندان به این رشته قرار دادند. با مراکز علمی در تهران همکاری کردند در این زمینه، مراکز علمی مربوط به روانپزشکی و همینطور دانشگاه مشهد و دانشگاه‌های دیگه در ایران. بیوگرافی آقای دکتر جواد نفیسی طولانی تر از وقت برنامه ما هست. امیدواریم در برنامه‌های دیگر نیز با ما باشند و با شما عزیزان. به نمایندگی از شما به ایشون خوش آمد میگیم و سلام میگیم. خوش آمدید آقای دکتر. خیلی ممنون، متشکرم از این معرفی که نمودید جناب چالنگی و از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید به این برنامه بسیار خوب خودتون. اجازه میخوام منم خدمت تمام بینندگان گرامی تلویزیون سلام عرض کنم و من در خدمت شما هر نوع سوالی که داشته باشه. ممنون هستیم آقای دکتر. من میدونم چقدر گرفتار هستید و پذیرفتین در این گرمای لس آنجلس این رو. آقای دکتر از اینجا شروع کنیم. ببینید در ایران مثل بسیاری کشورهای دیگه در منطقه مسائل و مشکلات روانی هست، وجود داره. در ایران فارغ از عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی که به هر حال به نحوی مرتبط هست، جدا از پرداختن به ریشه های سیاسی یا هر مسائل دیگه که هست، این اعتیادی که از مسائل عمده هست. این اعتیاد رو شما چه میشه که یک انسان به طرف مواد مخدر سوق داده میشه؟ در اون آدم چه اتفاقی میفته؟ ببینید، اعتیاد یک علامته. زیر اعتیاد یه بیماری، یعنی ما هیچ معتادی رو نداریم که در زیر اعتیادش درد روانی نداشته باشه، درد عاطفی نداشته باشه، روانش جریحه دار نشده باشه و اون درد انقدر شدید نشده باشه
که براش غیر قابل تحمل شده باشه و در نتیجه به وسیله مواد مخدره و سایر مواد خودشو بخواد بی‌حس بکنه و به عنوان یک مسکن عاطفی از مواد مختلفی استفاده کنه. حالا متاسفانه اون موادی که برای اونها مسکنه و اونها رو از حال عادیشون خارج میکنه، چون حال عادیشون براشون بسیار دردناکه. اگر حال عادی قابل تحمل باشه و خوشایند باشه، کسی دیگه مجبور نیست که به این مسکنها پناه ببره. ولی متاسفانه اون چیزی که به اصطلاح مسکن و مرهمی برای درد اونها میشه، اون خودش بسیار سمی و مضر میشه و بعداً صدماتی که به علت اون مواد، یا اگر راجع به الکل بخوایم صحبت کنیم، به مقدار زیاد مصرف بشه، صدماتی که به بدن بشر میزنه و به روان بشر میزنه به مراتب بیشتر خواهد بود از اون صدمات اولیه که برای ترمیمش و بی‌حس کردنش و کرخ کردنش از دارویی که بهش معتاد شده بودن استفاده کرده بودن. در ضمن اجازه بدین من به توجه شما بیارم که در آمریکا بزرگترین داروهایی که مورد مصرف معتادین قرار میگیره، هروئین و کوکائین و سایر تریاک و بقیه مواد مخدره نیست و از کنار خیابون و کوچه پس کوچه ها از دراگ دیلرها، از کسایی که میفروشن این داروها رو به طور غیرقانونی، خریداری نمیشه. بزرگترین منبع این نوع داروها متاسفانه همکاران و پزشکانی هستند که به طور قانونی با تجویز نسخه هایی که برای بیمارانشون می نویسن به اونها کمک میکنن و اونها معتاد میشن. البته انگیزه اونها از بین بردن دردهای آنهاست، ولی متاسفانه برای بیخوابی امروزه خیلی ها به این قرص ها پناه میبرن که بسیاری از آنها اعتیاد دهنده است و بعد از استفاده از آنها برای 1 ماه دیگه ترکش زیاد راحت نیست. انواع و اقسام آرام بخش ها که استفاده میشه، البته اونهایی که اعتیاد آور هستن. بیماری به اسم ADHD or ADD، پرفعالیتی یا بیش فعالیتی، امروزه بیماری مد شده به اصطلاح و خیلی تشخیص داده میشه و داروهایی که برای اون استفاده میشه به مقدار خیلی زیاد سرسام آوری، اعتیاد آور. آقای دکتر به آمریکا حتما میرسه. من فقط یه توضیح میخواستم بدم برای بینندگان که عقابی رو که میبینید بر صفحه تلویزیون الان، این عقاب این در سایت شما هست. بله. این رو به عنوان یک سمبل شما انتخاب کردید که نشون دهنده ببینید آزادی میتونه روان انسان ها باشه. از جناب چالگی، چیزی که این انگیزه رو در من به وجود آورد این که در بیماری های عاطفی و روانی، خصوصا افسردگی که بسیار شایعه، بیش از اونی که ما میخوایم قبول کنیم، و اضطراب های شدید، حمله های هراسی، پنیک اتک ها، بیماری های روانتنی، سایکوسوماتیک و غیره، در تمام اینها روان شدیداً خیلی زود تو زندگی صدمه خورد و همچنین در اختلالات شخصیتی و این افراد زندگیشون در طول عمر انگار این که از یک سوراخ تو زندگیشون میرن تو، از یک سوراخ دیگه میان بیرون و مثل کرم خوکی. افراد معتاد هم جزو اونا هستن، ولی من دارم الان وسعت میدم این طیفو
به اغلب بیماری های عاطفی و روانی. در نتیجه تو منجلاب زندگیشون مثل یک کرمی لول میخورن، میرن تو میان بیرون، میرن تو میان بیرون. شما مخالف اون افراد هستین روانپزشکا یا روانشناسایی که میگن عاشقی هم یک جور بیماری عاطفی است؟ اون رو هم میتونید؟ والا بستگی به اینه که ما منظورمون از عشق چیه و من راجع به اون صحبت میکنم اگه خواستید، ولی اجازه بدید اینو تموم کنیم بعداً. در نتیجه منظره‌ای که در ذهن من هست از این افرادی که شدیداً افسردن یا اعتیاد دارن یا اختلالات شخصیتی دارن یا اضطراب شدید دارن، اینا مثل یک کرم تو زندگیشون دارن لول میخورن. درست برخلاف اون این عقابیه که من الان این پشت گذاشتم که اینها میتونن پرواز بکنن، اوج بگیرن و همیشه عقاب هم دیدش عالیه، هم از اون اوج پرواز که میکنه میتونه بفهمه کجا بهترین غذاست، بهترین آبه و همیشه بهترین رو دارم. در نتیجه این مقایسه‌ایه که من دارم میکنم و ریشش میره به بچگی خود من که ما جزو اسباب بازیامون یه قوطی کفش بود و کرم ابریشم و برگ مو و اینا رو پرورش میدادیم. این کرم ها بعد از یه مدتی که ازشون نگهداری میکردیم پیله میکردن، بعد از این پیله پروانه پرواز میکرد و میرفت بیرون و این ترانسفورمیشن برای من تو بچگی خیلی خیلی جالب بود، خصوصا که من سهمی درش داشتم. این حالتیه که الان در سر کار من حس میکنم که کسی که میاد انگار اون کرمه و بعد از 20 30 40 ساعت درمان اون کرم ترانسفورم میشه، تبدیل میشه به یه پروانه، به یه عقابی که میتونه در آزادی احساسی و عاطفیش پرواز بکنه به جای اینکه در اون انزوا و تنهایی بمونه. کودکی کجا بودی دایده؟ والا من اغلب زندگیم در تهران بوده ولی تولدم در خرمشهر صورت گرفته. خرمشهر یعنی به نحوی هم استانی هستیم چون من شما بسیار دیگه چه بهتر. ولی از نظر خانواده کرمان. بله جد ما که از کرمان. آقای دکتر ببینید اشاره کردید به عقاب، بسیارم روشن و بسیار فصیح و توضیح دادی و چه زیبا. کسی که معتاد هست یا معتاد شده مثل یک ققنوس یا حتی سمندر یا پرنده های افسانه‌ای که به خاکستر خودشون میشینن و اما سرانجام از خاکستر خودشون بلند میشه. انسانی که معتاده در واقع خاکستر شده است، ناتوان. آیا میتونه مثل ققنوس برخیزه از خاکستر خودش و پروازی مثل عقاب منتخب شما داشته باشه در بی نهایت آسمان زندگی؟ ما باید راجع به دو قسمت صحبت کنیم. یکی اعتیادی که اون چیزی که زیر اعتیاده. در مورد اعتیاد که همیشه باید یه ریهابیلیتیشن یا دیتاکسیفیکیشن صورت بگیره که اون شخص خودش بتونه از چنگال اعتیاد بیاره بیرون. ولی این یک قسمت از درمانه. قسمت مهم درمان ریشه کن کردن اون عاملیه که سبب اعتیاد شده و اون میشه صدماتی که خیلی خیلی زود در زندگی صورت گرفته و دردهایی که اونجا نهفته است در بخش ناآگاه. اگر ما دسترسی پیدا نکنیم به بخش ناآگاه و بخش ناآگاه رو اجازه بدیم من یه توضیح بدم خدمت بینندگان گرامی. ببینید همه ماها که الان به خودمون توجه بکنیم هیچ آگاهی نداریم از این که قلب ما داره چی کار میکنه، ریه ما داره چی کار میکنه، کبد ما چی کار میکنه، طحال ما چی کار میکنه و بقیه اعضا. ولی اونا اونجا هستن دارن کار خودشونو میکنن ولی ما هیچ آگاهی از آنها نداریم. در روانم درست همین وضع هست، یعنی در بخش ناآگاه اونجا داره کار خودشو انجام میده ولی ما ازش
هیچ آگاهی نداریم. تمام احساسات و صدماتی که خیلی زود تو زندگی ما به ما خورده و خیلی دردناک و غیر قابل تحمل بوده و یا احساساتی که غیر قابل تحمل یا نامطلوب بوده، مثل خشم، مثل احساس گناه، مثل احساس غم، احساس افسوس، هر احساسی که برای ما تحمل پذیر نبوده، اونا همه مدفون میشه و میره در بخش ناآگاه. در نتیجه انگار که در سطح ما داریم زندگی میکنیم، ولی این زیر سطح یک آهنربای خیلی قویه و ما مثل براده آهنیم. اون ناآگاه، بخش ناآگاه است که ما رو در جهتی که میخواد میبره. و اگر در اون بخش ناآگاه خشم خیلی زیاد باشه به علت صدمات خیلی زود تو زندگی و در نتیجه به اون چسبیده احساسات گناه خیلی شدید باشه، اونا خودشون یه سازمانی درست میکنن اونجا و این سازمان هدفش اینه که بشر رو بدبخت کنه، شکست بخوره، معتادش کنه، از بین ببرتش و نذاره موفق این بشه. میتونه این بخش بیاد و بخش آگاه روان رو تحت سلطه خودش بگیره، یعنی عنان افسار بخش آگاه رو دست خودش بگیره. تماما اینجوریه. سرنوشت ساز این قسمت خیلی تعجب آوره، ولی این قسمت بسیار پرقدرته و بخش آگاه ما فلجه. شما اگه میخواید ببینید که این بخش چجوری کار میکنه، افراد بسیار بسیار باهوش از رئیس جمهور پرقدرت ترین کشور دنیا که آمریکاست شما در نظر بگیرید که وقتی که اون بخش ناآگاه بخواد اونو رسوا کنه و خرابش کنه، تو اوول آفیس یک بساطی را میندازه که هنوز بوگندش تمیز نشده. یا اون آقای استراس کان بود که رئیس بانک مرکزی بین المللی بود که نمیدونم شما حتما خبر دارید که توی هتل با یه خانمی و خودشو به اون روز انداخت همچین شد. این بخش ناآگاه است. اما بعداً تبرئه شد، شبیه نامزد ریاست جمهوری تبرئه. اوجی سیمپسون هم تبرئه شد، یه قاتلی که 2 نفر رو کشت ولی تبرئه شد. یعنی یک مقدار از وکلای خیلی ماهر و باهوش تونستند سر دادگاه رو کلا بذارن. تبرئه یعنی این دیگه برای این فرد، چون ما میدونیم این قاتل بود. ولی الان کجاست که من با شما حرف میزنم؟ الان در زندان. در نتیجه حتی اگر دادگاه بیرونی رو ما بتونیم سرش کلاه بذاریم و بتونیم از گیر دادگاه بیرون، از دادگاه لس آنجلس فرض کنید یا کالیفرنیا فرار کنیم، هیچ موقع تحت هیچ عنوانی ما نمیتونیم از دادگاه درون فرار کنیم. به هر حال یعنی که اون چی که در زندگی روزمره انسان حاکم هست و پیش برنده هست عملاً بخش آگاه روان هست، درسته؟ ولی متاسفانه در نهایت برده با یک قلاده به گردنش در دست بخش ناآگاه، چه معتاد چه غیر معتاد، کسانی که صدمات شدیدی در دوران کودکی خورده باشن. حالا آقای دکتر یک سوال هست در این مسئله، این که کسی که معتاد میشه، یک آدم بسیار دیده شده، آدم هایی که حتی اندیشمند بودن، به هر حال صاحب کارهای بزرگ بودن، از قضا مثلا ادوارد براون انسان کمی نبود. تاریخ ادبیات ایران، تحقیقاتی که در مورد ایران داره، تاریخ مشروطه، تاریخ بسیار کار کرده، یعنی از اولین کسایی از تاریخ ادبیات ایران توش ادوارد براون انگلیسی. و به ایران اومد و سفرنامه‌ای نوشت و اتفاقا در منطقه کرمان ماندگار شد و در اونجا هم متاسفانه معتاد شد به تریاد که بعد کسانی اومدن و از آکسفورد یا کمبریج برداشتن برگردوندن ایشون. منظور من این هست، خود شما قطعا دیدید بسیاری مثل ادوارد براون آدمای صاحب نام، صاحب
خب این آدم وقتی معتاد میشن مثل یک کشتی میشه تشبیهش کرد، یا یک قایقی که یک باری دارن، حالا خرد هست، مسئولیت هست، چیزایی مثبت دارن، به مرور اینها رو این ناچارن بندازن در آب و سرآخر نمیدونم تونستم روشن بگم خدمتتون، یعنی عاطفه‌شون رو کم کم زیر پا میذارن، کم کم حتی ممکنه به نزدیکترین کسانشون ظلم کنن. تمام این یه رابطه مستقیمی داره یا نه؟ اجازه بدید من یه توضیح بدم که شما ببینید من چجوری میبینم این موضوع. اگه ما بخوایم اعتیاد رو بفهمیم و به طور حقیقی و علمی موضوع اعتیاد رو بفهمیم، باید بریم به نطفه بشری. نطفه بشری هم اینجوریه که یه اسپرماتوزوئید با یه تخمک اینا برخورد میکنن و در نتیجه نطفه بسته میشه و میاد تو رحم مادر، اونجا جایگزین میشه. حالا اگر موضوعهای ارثی رو بذاریم کنار، ژنتیک رو بذاریم کنار، کروموزوم رو بذاریم کنار، که ما اویدنس داریم، الان دلیل داریم که قبول کنیم که حتی محیط زیست روی اونها هم اثر میذاره، ولی حالا اونو بذاریم کنار. فرض کنیم که دوران حاملگی هم این بچه انقدر خوشبخت باشه که تو رحم مادر اون چی که احتیاجاتشه همه صورت بگیره، مادر افسرده نباشه، مادر معتاد نباشه، مادر ناراحتی‌های جسمی نداشته باشه و محیط رحم مادر برای این فرزند مناسب باشه و در نتیجه انقدرم خوشبخت باشه که زایمان هم طبیعی صورت بگیره، یعنی بند ناف دور گردنش نپیچه و تو اتاق زایمان یه بچه ای رو میگیریم از شکم، از رحم مادر که این بچه گریه میکنه ولی سالم، تمیزش میکنیم، بند ناف رو میبریم. حالا طبیعت یه بچه سالم به ما داده. خب این بچه نه معتاده، نه قاتله، نه جانیه، هیچ صفت بدی این نداره. این یه بچه معصومه که فقط نیازاتش باید برطرف بشه. حالا ببینید ما با این بچه چی کار میکنیم و چطور میشه که از این بچه یه بن لادن مثلا ساخته میشه، یا از این بچه یه جانی ساخته میشه، و چجور میشه که از این بچه یه عده به وجود میان، این شامل سیاستمداران و رهبران هم میشه که مردم رو به جون هم میندازن. ببینید الان نوار غزه یا اوکراین، همه الان که من دارم با شما صحبت میکنم، من که بچه بودیم میگفتن صحرای کربلا. من فکر نکنم صحرای کربلا به این بدی و شدیدی کشت و کشارش بوده، یا سوریه، بله یا جاهای دیگه. این ماییم که از ماست که بر ماست که به این نوزاد یه بلایی سرش میاریم که اونطوری بشه. حالا چه بلایی سر این بچه در میاد؟ این بچه موقعی که به دنیا میاد ما باید چی کار کنیم؟ ما باید آب بهش بدیم، شیر بهش بدیم، درجه حرارت تنظیم بکنیم و اینو محافظتش کنیم که بتونه از نظر جسمی رشد بکنه. روانش هم به موازات جسمش باید رشد بکنه. حالا اون چیزی که ما برای جسم میدیم مثل هوا، مثل اکسیژن روانم آغوش گرم مادره و جامعه. حالا میرسیم بود ما الان در این مرحله نوزادی جامعه مطرح نیست، مادر فقط یه خط، یه انتهای این خط نوزاده، یه انتهای خط دیگه مادر. پدرم رول مهمی نداره، بعداً مهم میشه، ولی در این مرحله فقط رول پدر اینه که از مادر حمایت کنه و اجازه بده که مادر با تمام قوا بتونه از این نوزاد نگهداری کنه. و این مادر انشالله خودش
به اندازه کافی مادر داشته و محبت مادری رو دیده و در حساب بانکی خودش، حساب بانکی عاطفیش، اینقدر مادر خودش ذخیره کرده که حالا این میتونه خودش اون ذخیره‌ای که در خودش شده از نظر عاطفی اینو منتقل کنه به فرزندش. اگر این صورت بگیره، خصوصا در چند سال اول زندگی، خیلی خیلی مهمه. 4 سال اولی اصلا حیاتیه، بسیار عالی. ولی وای به روزی که این رابطه عاطفی قطع بشه، اون موقع است که یک درد خیلی شدید در درون روان ایجاد میشه، درد غیر قابل تحمل. درست به موازات این درد یک احساس خشم خیلی زیاد ایجاد میشه. این احساس خشم خیلی ظالمانه و مرگباریه و این سبب میشه که یه احساس گناه شدید اونجا ایجاد بشه برای این خشم به طرف مادر. دلیلم اصلا مطرح نیست که آیا به علت یه جنگ مادر کشته شد، به علت افسردگی مادر نیست، به اینکه سرطان گرفت مرد، یا جدایی، یا هر چی. بچه اینا رو نمیفهمه، نوزاد اینو نمیفهمه. نوزاد فقط میخواسته و از دستش گرفتن و این خشمی که ایجاد میکنه و اون 4 سال اول زندگی است. 4 سال اول بسیار حیاتیه، بسیار مهمه. یعنی اگر قبل از 4 سالگی قطع بشه، درمان بسیار مشکل‌تر میشه و شاید مثلا نزدیک 100 ساعت طول بکشه درمان روانکاوی دارم میگم، روانکاوی کوتاه مدت. ولی بعد از 4 سال اگه صورت بگیره، بین 40 تا 60 ساعت میشه درمان کرد. حالا درمان چی؟ درمان اینه که شما آنلاک بکنید آنکانشس رو، یعنی ناخودآگاه و بازگشایی کنید. این همون نکته است که شما روش بسیار کار کردید. یعنی من بیش از 40 سال کوتاه مدت روانکاوی کوتاه مدت من اسمش گذاشتم. انگلیسیش هست Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy. من بیش از 40 سال از عمر طبابتمون گذاشتم در این مورد که این تکنیک رو از چند سالگی شروع کردین؟ بله، من 6 سالگی رفتم مدرسه و همینجوری درس خوندم. بله، خیلی خوشحالم که بسیار سوالی. حالا برگردیم به سوال شما در مورد اعتیاد. اگر میخواید اعتیادا اغلبشون قبل از 4 سالگی این صدمه وارد شده، یعنی اباندنمنت، طرد شدن، قطع رابطه عاطفی خیلی زود صورت گرفته و باید اونو درمان کنید. اگه اونو درمان نکنید اعتیاد برمیگرده. بزرگترین اشکال معتادین اینه که درمان میشن ولی دوباره برمیگردن. این یعنی کلیده در واقع میشه این موتورشو از بین میبره، از جا میکنه، منشأش از بین میبره. متوجه؟ در موقعی که اون احساس گناه ایجاد شد، اون احساس گناه خیلی خطرناکه و خیلی سمی. اون خودش یه سازمان در درون روان ایجاد میکنه. آخر روان هر بشری هم خودش یه دولتی داره، یه حکومتی داره. وقتی احساس گناه شدید شد، بعد اون دولت درون روان خیلی قسیر القلب میشه، خیلی خشک میشه، خیلی قسیر القلب میشه، جا برای خطا نمیگذاره و هدفش صدمه زدن و اذیت کردن. و در نتیجه وقتی اون سازمان ایجاد شد، اون سازمان میخواد دائم بشر از مایتابه بپره تو آتش، از آتش بیفته تو مایتابه. همینجور این سوزش صورت بگیره. در چه می‌بینیم معتادین، زن از دست میده، بچه‌ها رو از دست میده، شغل رو از دست میده، باز دوباره برمیگرده. یعنی یه جور خودخواهی میشه تعبیرش کرد، یعنی میبره نابود کردن تمام اون روابط. تنها من کلمه یعنی خودخواهی درست نیست، خودآزاری درسته. نه، منظورم این هستش که تمام علایق و روابط از میان میره و حتی خودش رو، دوست داشتن خودش در حد طبیعیش و همه وجودش میشه در خدمت اعتیاد. دشمنش در میشه دشمن، میشه خود شخص. چرا خود شخص میشه دشمن خودش و اطرافیانش؟ به علت اون احساس گناهه که باید همه چیزو
از بین ببره. ویرانگری میشه یه نوع زندگی برای این اطراف. این دو تا مسئله است دکتر نفیسی. یکی این که این رابطه رو که به طور بسیار روشن اهمیتش رو شما شکافتید، رابطه کودک و مادر، خب قطعا اشراف دارید که در ادبیات قدیم ما از فردوسی بگیرید که راجع به مادران چه اهمیتی دارن گفته میشه، تا در یونان باستان اهمیتش در هومر، نمایشنامه نویسان باستان مثل سوفوکل، و بعد در دوره جدید در روانشناسی که من خدمت شما میگم برای بینندگان به هر حال بسیار میآموزیم، مثلا کسانی مثل یانگ یا مثلا فروید بسیار صحبت کردن. یک شاید به همین مجموعه اینها تأکیدی هست بر همین اهمیت این رابطه کلیدی که شخصیت انسان رو سنگبنا رو بیذاره. اگر ما باید اجتماعی رو نجات بدیم باید از مادر شروع کنیم. مادر بخش اصلیه در روان هر طفلی، هر نوزادی، مادر، و رشد این بچه بستگی به اون مادر داره. و اگر یک فرزندی، یه بچه‌ای انقدر خوشبخت بود که آغوش گرم مادری رو برای سالها داشت، البته پدرم اگر داشتی که چه بهتر، اون موقع این جمله درسته که ما میگیم بهشت زیر پای مادران است. این حقیقت داره. بله، وای به روزی که مادر نتونه مادری بکنه، موقعی که مادر نتونه اون آغوش گرم رو آماده بکنه، اون موقع من میگم جهنم هم زیر پای مادرانه، برای اینکه زندگی اون آدم بدون مادر میشه جهنم. من امیدوارم منظور شما این قطعا برای جلوگیری از سوء تفاهم، از سوء تعبیر برای بینندگان این نیست که مادران فقط وظیفهشون این هست که برن در خونه بشینن و مادری کنن. نه، ولی اینو میخوام تأکید بکنم که هیچ کاری مشکلتر از مادری نیست و یه کار فول تایم هم هست. یه کاری نیست که ما بتونیم بدیم دست یکی دیگه برامون بکنه. حالا اگر یک کسی اینقدر بدشانس بود که مادر رو نداشت، شاید بهترین انتخاب بعدی اینه که اینقدر خوش شانس باشه که اون که جانشین مادر میشه اون گرم باشه، اون با محبت باشه و اون بتونه آغوش گرمی رو برای نوزاد و طفولیتش ایجاد بکنه. آقای دکتر، نقش جامعه از کجا شروع میشه؟ یعنی ببینید کسانی دیده شده، قطعا احتمالا شما در میون بیمارانتون داشتید، گذشته خوبی داشتن، مادران خوبی داشتن، باز آدم میبینه درست عمل کردن، اما میاد در جامعه میبینه آینده‌ای در برابر خودش نداره، شغلی نداره، دانشگاه نمیتونه بره، امکان کار نداره و مشکلات دیگه. از جهاتی هم مورد تهدید هست، سرکوب هست، هر چی که هست، حالا چه در کشورهایی مثل خاورمیانه، ایران و جای دیگه، چه در آفریقا، هر چی رو به اعتیاد میاد. یعنی شاید اینجا تنها جایی است که حداقل در گام‌های اولیه‌اش، من شاید درست نگم از نظر روانی، نمیدونم چه حالی داره، احساس آزادی مطلق میکنه و میره به یک دنیای دیگه‌ای که در اونجا احساس شاید آرامش. این نقش جامعه رو چقدر میبینه؟ از کجا شروع میشه؟ چه کار میکنه؟ اجازه بدید اول بگم من در تمام این مدتی که طبابت کردم و معتادینم بسیار دیدم، تا حالا معتادی ندیدم که این طرد نشده باشه، که صدمه ندیده باشه، که ابیوز نشده باشه، که در طفولیت مورد آزار قرار نگرفته باشه. من ندیدم. اگر هست من دلم میخواد ببینم. در نتیجه اول برمیگردیم به اون صدمه اولیه. اگر روان سالم
بار بیاد و نیازات تمام اون چیز احتیاجات روان طفل فرض کنین تا نوجوانی برآورده بشه. این جوان محال معتاد بشه، این امکان نداره. شما هر چقدر این آدم رو تحت فشار بذارید، این حال میدونن چجوری از خودشون محافظت کنن، هیچ موقع از خودشون سوء استفاده نمیکنن. به شما نگاه کنید توی جوامعی که بسیار بسیار فقر هست، بسیار بسیار سوء استفاده از مردم میشه، ولی همشون که معتاد نیستن، ولی میزان اعتیاد بالاتر از جوامع بالاتر هست، ولی همه اگر اونجوری بود می‌خواست همه معتاد بشن. نه تا یه جایی هست. ولی مثلا در چین پیش از مثلا کمونیسم که به هر حال کمونیسم ایبای خودشو داره، ولی تعداد معتادان به طور غیر قابل تصوری بالا بود. بله کاملا درسته. ولی اگر این که ما بتونیم اینو پیگیری کنیم، ببینید ما تلفات زیادی داریم، کشور خودمون صحبت کنیم. بله ایران ما تلفات خیلی زیادی، شهدای زیادی در جنگ ایران و عراق داشتیم. ما در اون مقطع زمانی نمیتونیم ارزیابی کنیم ببینیم این جنگ چه بلایی سر ما آورد، برای اینکه فاجعه فقط شهدای ما نبودن، فاجعه بعدی بازماندگان شهدا. اگر یه بچه اون موقع یتیم شد، مادر از دست داد، پدر از دست داد، به فقر افتاد یا هر چی شد، اینو ما الان چند سال میگذره از زمان جنگ الان در حدود 25-6 سال. من الان دلم میخواد بدونم که بین بچه هایی که بین 20 و 25 سال دارن الان، که نشون میده که زمان تولدشون اون زمان بوده، ببینیم آیا اعتیاد در اونها چقدر زیاده. بسیار بالاست، حرفم درش نیست. برای اینکه اینا دردایی که کشیدن حالا باید یه جوری آرومش کنن. همین آمریکا رو شما نگاه کنید، جنگ ویتنام مثلا، جنگ ویتنام نگاه کنید، الان نگاه کنید تمام سربازانی که از عراق برگشتن، از افغانستان برگشتن، در اونا اعتیاد بسیار زیاده. چقدر کشتن همدیگر اینجا، نه تنها اونجا یاد گرفتن چجوری بکشن، اومدن اینجا میرن تو کلینیکی که باید درمان بشن، میزنن مردم میکشن. آقای دکتر باز برمیگردیم به همین نکته، قطعا دیدید وگرنه با هم میبینیم یک ویدئو کوتاه مدتی رو که دو کودک هستن، دو کودک، این ویدئو رو با هم میبینیم، دو کودکی که در حال کشیدن قلیان هستن و ظاهرا صدای پدر یا مادرشون رو هم میبینیم که در حال تشویق کردنشون هستن به طور حرفه‌ای هم اهل قلیون این دو بچه، و واقعا این جنایت قطعا هست. میبینیم بله آقای دکتر دیدید این ویدئو رو ببینید و نمونه‌هاش در مورد تریاک هست و مواد مخدر دیگه ای، یعنی این لطمه رو مادره هست منطقه به این شکل میزن. این یک قسمت عیانه که ما دیدیم، هویداست خب که ما دیدیم، ولی یک قسمت پنهانه و اونو ما نمیبینیم. اون مادر و اون پدری که اجازه میدن همچین وضعی صورت بگیره و اونهایی که تشویق میکنن یه همچین وضعی صورت بگیره،
اینا در موارد دیگه چه کارایی میکنن؟ آیا اینا رو میشه اسمشون رو گذاشت مادر و پدر؟ خرید و فروش میکنن در دروازه‌قار تهران، بچهای معتاد رو خرید و فروش میکنن. حالا مسئولیت‌های حکومت هست، همه اینا هست که چه زمینه‌هایی باعث شده کودکان به اینجا برسن. شاید مثلا سالها پیش چنین نبود. شما در نتیجه برمیگردیم به اون چیزی که من ابتدای این جلسه خدمتتون عرض کردم، موقعی که اون رابطه و همبستگی عاطفی صورت نگیره، اون affectionate binding بین مادر و فرزند صورت نگیره، مادر همه کار میتونه بکنه. اینجا بدتر از اونو ما دیدیم. اینجا ما مادر رو دیدیم که 3 تا بچه‌شو با چاقو، بچهای کوچیکو قطع و پلیس که اومده بود یه حوله فقط تنش بود خیس خون بچه‌هاش. در نتیجه ما صحبت کسایی رو میکنیم که به هیچ عنوان نمیتونن رابطه عاطفی برقرار کنن و وقتی رابطه عاطفی برقرار نشه و اون خشم مرگبار رذلانه در اون باشه، اون موقع وضع جامعه بسیار خرابه. و ببینید ما گاهی میگیم خشم حیوانی. به نظر من وقتی ما خشم بعضی از این بشرها رو با حیوان مقایسه بکنیم، به حیوان بی احترامی کردیم. برای اینکه ببر رو شما در نظر بگیرید، تومش رو میبینه میپره، گردنش رو میگیره میکشتش، اونقدری که میخواد میخوره، بقیه‌اش هم برمیداره میبره میده به فرزنده. هیچ موقع نه زجر میده، نه میسوزونه، نه آزار میده، نه گشنه نیست کسی رو، حیوان دیگه رو در نتیجه حیوان به مراتب متمدن‌تر از بشریه که این خشم رذلانه رو داره. نکته دقیقی است. عقاب نازنین شما هیچ وقت هم نوع خودش رو نمیکشه، یا همون ببری که مثال زدید هیچ وقت ببر دیگه رو نمیداره، ولی انسان چنین میکنه. در نتیجه این اتاق شکنجه وقتی در درون روان بشر ایجاد شد، بعد نه تنها خودو شکنجه میده، اطرافیان هم شکنجه میده و درمان بسیار مشکل تر. آقای دکتر میگم وقت ما کوتاست و بسیار مایلیم، هم من هم مطمئنم بینندگان ما مایل هستن استفاده کنن از مطالعات بسیار گسترده شما. نتیجه مطالعاتتون رو شما به ایران بردید و میبرید که کار بسیار ارزنده و مفیدی قطعا میتونه باشه. در این زمینه مایل هستم که به طور کلی چه پیشنهاد تازه‌ای هست در کاری که شما انجام دادید و با همکارانتون؟ من همونجور که خدمتتون عرض کردم و این در سطح جهانی دارم میگم، البته من ایرانیم و چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. ترجیح میدم که اگه کاری میتونم بکنم برای هموطنانم بکنم. ولی اگه بخوایم در سطح جهانی به این موضوع نگاه کنیم تا ببینیم چجوری ما روان جهان رو میتونیم سالم نگه داریم، چجوری بشر رو ما میتونیم از نظر عاطفی سالم نگه داریم، باید توجه خاصی بکنیم به سلامتی مادران و محیط زیست کودکان تا این کودکان بشرای سالمی باشن بعدن که بعداً بتونن جامعه سالمی درست بکنن که دیگه چیزی که در 100 سال گذشته اتفاق افتاد. ببین 100 سال گذشته جنگ جهانی اول، بله، 20 سال بعد جنگ جهانی دوم، بعد این همه جنگ یکی بعد از دیگر، بمب هیروشیما و چند روز بعد بمب دوم که ناکازاکی 140 میلیون اولی 80 میلیون دومی کشت.
حالا ببینید نسل‌های بعدی چی کشیدن بعد از این همه این کشت و کشتار و جنگ‌های متفرقه بسیار. اتفاقا اون کسی که جزو گروهی بود که شاستی رو فشار میدادن که بمب بیفته جنون گرفت. نه دوشنبه پیش در سن 93 سالگی فوت کرد. این آخرین کسی بود که زنده بود. بله. در سن 93 سالگی. بله. همین دوشنبه فوت کرد. این تنها کسی بود که زنده مونده بود از اون گروهی که بمب هیروشیما رو انداخته بودن و دچار اون عذاب گناه نبود. یکی از اونها دچار جنون شد. ولی متاسفانه سیاستمداران و کسانی که ماهرن در این کار میگردن کسایی رو پیدا میکنن. هر کسی نمیتونه اون شاسی رو فشار بده. کسایی رو پیدا میکنن که این نمیتونه حتی بهش بگم قابلیت، این کرخی رو دارن از نظر احساسی. بشر نیستن، اینا خودشون میشن مثل یه ماشین و دستور داده میشه و اینا عمل میکنن. مثل شکنجهگر. اینا که اون بخشی که ما بهش اینا میشن سایکوپت، یعنی اون قسمتی که ما بهش میگیم وجدان، اون دادگاهی که من میگفتم، اون دادگاه اصلا وجود نداره. صحیح. اینا دادگاه درونی درشون وجود نداره. در نتیجه هیچ حساب کتابی نیست. مادام که میتونن سوء استفاده کنن، متاسفانه در سیاست مداران خیلی دیده میشه از این گروه. به طور مختصر بخوایم بفرمایید، یعنی محیط زیست بسیار مؤثر هست علاوه بر کودک و تأکید مادر بعد پدر، مادر بعد پدر. حقیقتی. بسیار سپاسگزار هستم آقای دکتر نفیسی گرامی. خیلی متشکرم جناب شاه. امیدواریم در برنامه‌های دیگه وقت داشته باشید. وقت ارزشمند و گران قدرتون رو با بینندگان ما سهیم شدید. این نشانه